салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. سلام و درود هموطنان گرامی بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی و کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان. اینک روز شنبه است و ما در برنامه با شما قرار داریم و خیلی که شما میدونید این برنامه ما عادتاً برنامه اطلاعاتی تعلیلی است، ولی متاسفانه اینک 3 ماه می شود که وضعیت در بدخشان مشکل است. وضعیت در بدخشان متشنج است خیلی که میگن و ما مجبور هستیم که هر هفته در این موضوع سخن کنیم و اینک دویم هفته می شود که ما یک ماراتونی تلویزیونی رو برای انداخته ایم برای امین و برای بنده خود من اینک 3 ماه می شود که 25 نوامبر هیچگاه خاتمه نمی یابد، یعنی روز بیگه نمی شود. ما در همون 25 نوامبر باقی مانده ایم و متاسفانه همین حالت را مقامات تاجیکستان اینک در خروغ 3 ماه است که مردم را در اسارت قرار دادند، مردم را در هراس افکنده ایستادند و مردم را دهشت افکنده ایستادند و ما نیز تمامی خبرهای تاجیکستان را که خبرهای مهم هم در این میان پیدا شدن، ما اونها را کنار گذاشتیم و فقط درباره خروج سخن میکنیم
امروز من سعی میکنم که یک کمی به همون اصل برنامه خود، یعنی به همون برنامه اطلاعاتی تحلیلی برگردیم، ولی اساس برنامه امروزه نیز وضعیت خاروخ خواهد بود. از ابتدا کمی درباره خبرهای خوب هفته سخن میکنیم، بعد میگذاریم به وضعیت خاروخ. ببینید این هفته باز ادامه نشست های مطبوعاتی بود و بسیار سخنان جالب گفته شدند. ببینید اینجا من کمی چی کردم، کمی جنبست کردم. ببینید در همین نشست های خبری 3 نکته اساسی است که من اونها رو قید کردم. جدا از وضعیت خاروخ، بجز وضعیت خاروخ که نیز در همه قریب نشست ها به همه وزارت هایی که یک کمی ربط داشت بدخشان، تشکر از روزنامه‌نگاران که در هر وزارت و در هر چیز به هر ساختار همین سوال بدخشان داده می شد. جدا از موضوع بدخشان 3 موضوع اساسی، این عموما یک موضوع است و بسیار جالب است. ببینید 3 پیغام از 3 وزارت. معلمان یعنی آموزگاران از ترک کسب میکنند و به مهاجرت مهنتی میروند و وزیر معارف میگوید که از این فاجعه نسازید. خب پزشکان هفته گذشته پزشکان از ترک کسب میکنند در یک سال، در سال 2020 یا 21 خب حدود 20,000 پزشک ترک وظیفه کردند، یعنی از تاجیکستان، شاید اکثرشون از تاجیکستان بیرون برآمدند و وزیر تندرستی میگه که این روند فقط خاص فقط یک تاجیکستان نیست، یعنی ما از دیگرها فرق در اینجا نداریم. و اخیراً چند صاحبکاران مفلس شدند. این هم همون رقم، یعنی حدود 20,000 صاحبکار در یک سال مفلس شدند و خب از صاحبکاری دست کشیدند. در اینجا باز یا منصبدار میگوید که رقابت پذیر نبودند، از همین خاطر ایشان ترک خب صاحبکاری کردند. یعنی همین 3 پیغام اساسیه که نشست های مطبوعاتی 2 هفته گذشته به ما رسیدن. ببینید حاضر میگذاریم به جزئیات. یعنی قطع فعالیت بیش از 20,000 صاحبکار را کمیته دولتی سرمایه گذاری با عامل‌های گوناگون و از جمله رقابت ناپذیر بودن آنها ربط دارد. البته که همه ما و شما در جریانیم که تمام بیزنس تاجیکستان در دست یک عائله قبضه کرده شده است، یعنی تقریبا تمام بیزنس فراز و به همون مانند شرکت هایی که یکی به دختر، دیگری به پسر، دیگری به دختر دیگر و به همین مانند تقریبا همه بیزنس اساسی تاجیکستان در دست اینها است. و علاوةً امتیازهای را از طریق قانون، از طریق پارلمان، یعنی قانونهای قبول میکنند که امتیازها به این شرکت ها میدهند، یعنی امتیازهای اندازی. و ببینید یک میمانخانه که قریب که شاید 20 سال ساخته می شود و اون میمانخانه واردات برای
ضرورت اون مهمانخانه همش از اندازها آزاد است و این با بهانه همون مهمانخانه شاید دیگر مواد را هم مواد تاجری را هم وارد کنند در بازارهای تاجیکستان، اون را به سودا زنند. و ببینید همه این با امتیازهایی که به همین شرکت هایی که به همه ما معلوم است امتیازها به اینا پیش بینی شده است. و تصور کنید که یک صاحب کاری که از بانک چیز گرفته است، قرض گرفته است و فرض کردیم برای مکتب بچگان و دانشجویان پوشاک وارد می سازد از کدام دولتی، از چین یا از ترکیه. و اگر این بنده خدا همه اندازها همه باج و خراج را بپردازد، ولی اون عائله که گویا با بهانه که گویا اینها در تاجیکستان فابریکه ها ساختند، سیخ های لباس دوزی ساختند، در اصل این سیخ ها کار نمی کنند، لنتش رو پدرشون می برد و اینا اصلا کار نمی کنند و از چین وارد می سازند با همون چیز نوشتجاتی که گویا همین فیرما اونا را استحصال کرده است، همین شرکت استحصال کرده است و در داخل تاجیکستان اینها را متمرکزانیده از طریق وزارت معارف به سودا میزنند. و تصور کنید که یک صاحب کاری که خب خوشباور بود است و خب چیز کرده است، همین قرض بانکی گرفته است و رفته است و یعنی برای فروش لباسواره چیز گرفته است قرض. و البته که وی رقابت پذیر نمی تواند بودن و در دیگر سوها هم در فروش فرض کردیم ارد، در فروش فرض کردیم سوزشواری، مواد سوخت و دیگر همه سوها را اگر گیرید همه آنها انحصاری شدند. و البته که صاحبکارانی که از این بیخبرند، یعنی او صاحبکاری که اصلا باور کرده است که در تاجیکستان صاحبکاری انفرادی یک آزادی است، یک نوع کار کرده می شود و او بیچاره که همه کار از روی قانون می کند و تمام باج و خراج را می پردازد، می آید در بازار فرض کردیم تاجیکستان کدام بازاری نباشد که مواد مال کالای آوردهش اون نرخی که او می گذارد خب فایده نآورده ایستاده است، چون که از او ارزانتر در اونجا می فروشند و او مجبور است که با همون نرخ که حساب و کتاب اگر کند بر ضرر کار میکند. و ببینید او بخبر از آن که اینها تمام بازار را خب انحصاری کردند و تمام سوداگرایی که در کنارش سودا میکنند در خود تاجیکستان از همین اویلا به گفت مردم ها اپتوم میخرند و در همین جا میفروشند. بنده خودم در همین سودا کار کردم و میدونم که خب خیلی مردم بیچاره که خودشون میروند به سر بار میارند و در اینجا اونها با نرخای برخوردارند که خب این نرخا به فایده اونها نیست و مفلس شده رفتن میگیرن. و این بنده خدا میگه که خب گویا عیب ما نیست، سرمایه گذار میگه گویا عیب ما نیست، اینها بیچاره اینا نتوانستن کار کردن و خب نتوانستن رقابت کردن، نتوانستن با فرض کردیم شمس الله صاحب با دیگر داماد رقابت نتوانستن کردن و مجبور شدن که بیزنسشون را مانده به روسیه به خاطر خب
روپوش کردن قرض بانکی خود میشوند که از بانک ها گرفتن. و دقت کنید همون صاحب کاری که از بانک قرض گرفت، فرض کردیم 20,000 دلار قرض گرفت و در بار موند و خب مفلس شد. ببینید همه همون قرضای گرفته او از بانک باز می رود، همون قرض او هم می رود در جیب امین شمس الله و دیگرها وارد می شود، چون که همون هایی که مفلس می شوند البته که تمام همون مبلغی که اونها قرضدار شدند به اونهایی می رسد که آنها موفق در این صاحب کاری بودن. ولی موفق در مو کی است؟ یعنی اگر ده نفر قرض بگیرد و از اینها 2 نفر موفق باشند، 8 نفر دیگر همون قرضی که گرفتن پول همونها همش در جیب همین 2 نفر می‌غلطد که این 2 نفر دامادها، فرزندها، دخترهای باز همون آدمای به همه معلوم میشن. برای همین خب چون رقابت سالم در تاجیکستان نیست، متاسفانه ما مجبور میشیم که خب مردم ما مجبور است که همه بارش را با پول ناچیز به سودا بزند و خودش رود به روسیه مردکاری تا قرضهای بانکی خود را پرداخت نماید. خود همین نهاد یعنی چه بود؟ کمیته دولتی سرمایه گذاری برای صاحبکاران وطنی خودش میگوید که قریب 9 میلیارد سومانی قرض امتیازناک داده است. ما میدانیم که قرضهای امتیازناک هم به کی میگن؟ باز به همانهایی که نیاز به امتیاز ندارند، یعنی اونهایی که امتیازهای زیاد دارن باز همین قرضای امتیازناک هم با اونا میرسند. یک صاحبکاری که یک شهروند تاجیکستان بیچاره که خب تقا ندارد و چی ندارد، خب یک خبر بد آمد. خب کسی رو به خاطر روان کردن نوارها از بدخشان کسی رو پیدا کردند و خب محکم کردند. متاسفانه این کی باشد؟ خب خیلی 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 خبر بد. خب در دیگر نشست مطبوعاتی وزیر تندرستی با جاغ شکستش گفت که به مهاجرت رفتن پزشکان پرابلم اکتوالی است ولی فقط خاص تاجیکستان نیست. یعنی ما یگانه در دنیا نیستیم که طبیبان ما ترک چی میکنند؟ میبخشید خبر مهم است، باید این خبر رو شاید تا آخر برنامه اگر این خبر رو انیق‌تر کنند همین خبر رو به شما میرسانم. برای همین میبخشید که من خب در تلفن و او طرف پاسخ نوشتم. و وزیر تندرستی میگه که خب هیچ مشکلی نیست و حدود 674 پزشک در تاجیکستان نمیرسد. یعنی از این 674 پزشک نوعیه تابع مرکز 127، ختلان 120، سغد 183 نفر با خب تنقیسی میکشند. ولایت مختار کوهستان بدخشان البته که در این ساحه هم
در ولایت مختار کوهستان بدخشان جایهای کاری آنقدر محدود هستند که مردم یعنی خب شهروندانی که صاحب دیپلم های خب طبی هستند بیکار ماندند. یعنی بجز بدخشان در دیگر جاها جای خالی کاری یعنی تنقیصی متخصص میکشند و این بنده خدا میگه که ما از حساب دانشجویان خلق کرده این پرابلم رو یعنی این کمبود رو حل میکنیم. ببینید در همه ما میدونیم پیشتر از این هم باز 109 نفر رو دوام سال با نفقه گسیل کردن و ببینید طبیب در نفقه و معلم در نفقه. یعنی چند سال پیش همین چیز بود، در معارف هم همین خیل بود که معلم هایی که نو به سن نفقه رسیدن اونها را از مکتب خارج کردن و به جای اونها دانشجویان دیننگی را آوردند که این میدانه چی مکتب را از بین بود. مکتب چی است؟ یعنی بنده خودم معلم بودم و دانشجویی که از دانشگاه میاد در مکتب او معلم میشد. او در مکتب درس از همکسبانی تجربه دار خود با تجربه خود تجربه میگیرد و معلم میشد. ولی اگر این معلم ها را یعنی به نفقه گسیل کنی، این معلم ها اگر به مهاجرت مهنتی روند و تو بیایی و دانشجویان دیننگی را در جایشون برگزینی، البته که اونها به خیلی که میگن به پیر مرو که در نمانی گرچند اسکندری زمانی، اینها که اما پیران کار که در اونا را که اجباراً از مکتب خارج کردیم بسیار صدمه کلان برای به معارف وارد کردیم. همون روز و ساعتهای بنده در مکتب کار میکردم، بسیار آموزگاران به قوت را اجباراً از مکتب به خاطر همین فرمان رئیس جمهور آزاد کردند و مکتب ببینید به پیر ماند و آموزگاران نو از دانشگاه آمده. البته که یک مکتب رو از دست دادن. اینا در روسی میگن پریمسترنس پکلینی. همین خیلی دیگر طبیب ها، اگر طبیب فرض کردیم 63 ساله که شما او را با پنس با نفقه با زور گسیل میکنید، اگر او یک جراح خوب حاذق باشد، یک جراح خیلی استاد است و او باید جوانا را آموزاند. یعنی اینا میگن مکتب، این مکتب اما خود بیمارستان مکتب است و شما 109 نفر را خب نو به سن نفقه رسیدن که شما اون را جواب دادید. و ببینید معاش رسمی در تاجیکستان نه برای معلم نه برای پزشک نمیرسد و اون پزشک یا معلمی که به سن نفقه رسید اون نه راحت میتواند به کسبش یعنی با کسبش سر و کار داشته باشد، چون که فرزنداش شاید الکی خودشون در مهاجرت مهنتی رفتند یا دیگر خیل، یعنی فرزنداش از گردن ساقط شدن و او میتواند دیگر فرض کرده معلم اگر باشد با کسب خود یعنی بیشتر وقت رو صرف شاگردان کند و اگر طبیب باشد بیشتر وقت خود رو باز صرف شاگردان میکند. یعنی شاگردانی که نو از دانشگاه اومدن و هنوز تجربه کافی ندارند. اینا میگن که 109 نفر از جواب دادیم و 20,000 نفر دیگر چیز ترک کردن، تاجیکستان ترک کردن طبیبو و اینا میگن که ما وزیر معارف هم گفت و اینا میگن که ما تنقیصی نداریم چون که از دانشگاه میبرن. این البته که یک چیز است، یک اشتباهی است که اینها با اون همان اشتباه رو انجام داده استادند و اینها
این روز این برای روز این ما هممون احساس خواهیم کرد که چی ضربه چی به حفظ و صحت رسوندن، چی به معارف و چی به دیگر سوها با همین مناسبتشون که به گفت اینا یعنی ما تنقیصی نداریم، از دانشگاه میاریم معلم، از دانشگاه میاریم طبیب، لیکن او طبیب و او معلم البته که باید در همین جای کار خود از استادان از پیران کار باید تجربه بگیرند که متاسفانه این وزیرها همین یک چیز ساده را نفهمیده ایستاده. در یک نشست دیگر مطبوعاتی خب و ارکیتکتور دوشنبه یعنی معماری دوشنبه گفته است که نقشه گنرالی دوشنبه حجت مخفی است. این موضوع این مسئله در موضوع یعنی سوال در موضوع خانه های اتفاق نویسندگان یعنی نویسندگان، خانه های نویسندگان که در مرکز شهر است، اونا را خوب خراب کردنی‌اند. در کل دنیا در همین لهستان گیریم، در آلمان گیریم، در تمام دنیا خب همون خانه های ادیبان و نمیدونم دیگر چهره های ملیه که هستن، اونها یک عمارت تاریخی، یک ابیکت تاریخی محسوب میشوند و اونها رو آثارخانه میکنن دیگر. یعنی در همین جا فرض کردیم اگر مثال شوپن و دیگر که 2 عصر 3 عصر پیش بودن، خانه موزه ها دارند یعنی آثارخانه ها دارند و اون خانه ها را خراب نکردند. امروز خانه میرزا ترسونزاده، خانه دیگر قهرمان ها و ادیبان تاجیک را که خراب میکنند و اینا میگن که در تاجیکستان همگی در شهر دوشنبه همگی 12 بنای تاریخی وجود داشته است. 12 دانه بنای تاریخی در یک پایتخت یک کشور، 12 بنای تاریخی که از اینها نصف زیادش باز در دوران استقلالیت در دوران رحمان ساختگی، یعنی همون فرض کردیم پرچم و همون خب حکومت نو که است چه قصر ملت و همونها شدند خب بناهای تاریخی. لیکن اون بناهای تاریخی که ما داشتیم البته اونا کم نبودن، اونها رو نصفش اکثرشون رو خراب کردن و باز خراب کرده ایستادن و میگن که ما در دوشنبه همگی 12 انشاءات تاریخی داشتیم. دیگر ما از آسمان غلطیده ایم. ملت تاجیک تماما تاریخ نداشته است، اصلا تاریخ نداشته است و در دوشنبه یگان چیز تاریخی باقی نمانده است. در دیگر کشورها میآید شهر کونه و شهر نو میبینید. همین مرکزی که حاضر برای اینها خیلی نرخش که گرانتر است در همون منطقه، برای اینا خیلی مهم است. اینا اونجا عمارت های خب بلنداشانه میسازند و در آنجا بیزنس میکنند. امان باید شهر کونه میموند و اینها باید شهر نو را در میاسکن بنا، در گیپرازیم، در دیگر منطقه هایی که او هم شهر دوشنبه است باید همین عمارت ها را میساختند و میکردن شهر نو و شهر کونه را باید میموندن اونجا. البته که خب همه اون بناهایی که ارزش معماری و ارزش تاریخی داشتن، خود بنای پوچته تاجیک که خیلی بنای خوب بود، یا و فیلارمون دولتی تاجیکستان، کتابخانه فردوسی و همین بود، همین میشد شهر کونه. لیکن اینا که درباره شهرداری اصلا درک ندارند، آمدند همه را خراب کردند و میگن که اینها ارزش تاریخی ندارند و در دوشنبه باز تکرار میکنم که ارزش تاریخی از سابق شوروی شاید 5 یا 6 عمارت رو اینها اعتراف دارند که اینها ارزش تاریخی دارند. باقی یگان عمارت دوشنبه، یگان
چیز یگان ارزش تاریخی ما نداشته ایم و این البته یک تحقیر است برای یک ملت که در پایتختش یگان آثار تاریخی تا رحمانوف یگان ساختمان و یگان آثار تاریخی نبوده است بجز 2-3 عمارت. این خیلی برای ما خیلی چیز است، بگوییم که تحقیر برای یک ملت است. و باز در اینجا وزارت مهنت هم چی کرد؟ وزارت مهنت هم یک نشست خبری دوری ایر کرد و در آنجا یک خبر عجیب و غریب اومد که اینها برای نمیدونم چند میلیون سومون در یک سال قرض اینا هم امتیازناک برای بیکاران جدا کردن و با حساب میانه او 3000 سومانی به هر یک صاحب کار به گفته اینا میرسیده است و اینها یعنی امکان دادن با تعداد معینی، تعداد کلان شهروندان با همین مبلغ 3000 آنها بیزنس خود را کشودند. 3000 سومانی قطعی بیزنس خود را کشودند و این بسیار جالب است و باز همین نهاد میگه که در ولایت سوخت همگی، در ولایت سوخت در تمام تاجیکستان ولی نگوییم، در ولایت سوخت همگی 1% بیکاری است. چنین نشان داد حتی در آلمان و امریکا نیست، چنین موفق حتی آلمان و امریکا نیستند در تامین مردم خود با جای کار. در ولایت سوخت همگی 1% اهالی، 1% اهالی قابل مهنت بیکار بوده است، دیگر همش کار میکرده است و این بسیار نشان دهنده بلند است و این یک چیز عجیب است، یک اطلاع خیلی 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 عجیب برای ما هست. و ببینید حاضر میگذاریم با خبرها از بدخشان. خبر نوی که از بدخشان رسید همین حالا به من رسوندند. خب بله، یک نفر امروز محکم کردن به خاطر اون که یافتن که او اینترنت یک رقم اینترنت داشته است و نوارها را به بیرون روان میکرده است و امروز او را به خاطر همین این قانون ویران کنی نیست محکم کردن که بسیار باعث نگرانی است. خبر از بدخشان چون این خبر است، میبخشید، از بدخشان خبر میاد که در اداره سوختار خاموش کنی، یک خبر در اداره سوختار خاموش کنی از کارکنان، از کارگران مبلغ جمع میکنن به خاطر آنکه با این مبلغ سلاح خریده برای سپارن و برای حسابات، برای آمار که از مردم همین قدر سلاح رو چی کردیم جمع کردیم. یعنی کارمندان سوختار خاموش کنی باید مبلغ بتین و اینها باید نشان دهند که همین قدر سلاح رو سپردین، یعنی از مردم جمع کردین. و علاوه بر آن گفتن که در وقت همین عملیاتی که
برای بازداشتی به گفت خودشان جنایتکاران، برای بازداشت جنایتکاران که عمل نظامی می شود 30 نفر از سوختار خاموش کنان نیز مسلح می کنند و اونها هم باید در این عملیات شرکت کنند و خانم های کارگری همین نهاد را خانه به خانه سفربر کردند تا مردم رو ترسانند که فرزندان خود را، جوانان را به بیرون نمانند که عملیات خب به ضررگردانی در هر دو روده، در هر دو سوی روده غند عملیات انجام دادنی هستند و میگن که بچه های شما باید به بیرون نبرایند و از مردم امضا گرفته است. حتی در سر راه همان مسافربرا را یعنی تنگمکه ها را منع میکنند و از مردم امضا میگیرند که آنها خب جانب دارند که همین عملیات مخصوص گذرانده شود. یعنی از مردم میگیرند امضا که من جانبدار اونم که این جنایتکاران رو یعنی به ضرر گردانید. همین خیل امضا را جمع کرده ایستادن و خیلی باعث نگرانی است. حاضر یک نوار را که الکی در شبکه ها خیلی پخش شده است، حاضر همون نوار رو تماشا کنیم یک جای، بعد باز ادامه میدیم. اگر یاس خانه دا مردم برخشون دا یک اینا میشه بچه کلوب گفتانیم دا همه 24 تا پشتی همه یک 4 تا جنایتکار همه آدم میگی همه امروز یک جامعه تیز رو میبره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردم بدخشان باید پیشیوره نگیرن در ولایت قانون باشن، باید که این آدم ها نزد قانون را جا بودن. یکی اگر پای این مردم باید جاموش نکنن. مثال ما خلق کلوب هیچی نداشتیم، ما تاجیکستان را آرام کردیم. ما مثال گم بزنیم، ما ترسوندنی نیستیم. برای ولایت قانون، برای که باید همین قانون تنجی باشه، آرامی باشه، عسکرای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این راهبری استاد رستم نبیوف قدی ما هم وقت تیاریم که کدوم وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم. این یکم تظاهرات غیر قانونی اون چیزی که نسبت بدخشانی ها میگن از 25 تا 28 نوامبر گردهمای غیر قانونی، همین هم گردهمای غیر قانونی. اینا را کی جمع کرد؟ کی اعلام کرد برای اینها که همینجا جمع شویم باز توقی پوشیم؟ یعنی یک اکسیه این است، یک عملیاتی است که از پیش طرحریزی شده. یعنی آدم ها از ابتدا میدونستن که باید توقی در سر کنیم، باید فلان جا جمع شویم و باید کسی ما را نوار گیرد و در اینترنت پخش کند. همه این اگر یگان گروهی که با فرمایش همین کمیته دولتی امنیت ملی نمی بود، اگر گروهی که با یک تشبس خودش یک چنین عمل انجام میداد، هم 307 قسم درو میزدن، هم 189 قسم درو میزدن و هم چقدر دیگر میزدند و اونها را خب زندانی میکردن. در اینجا تظاهرات غیر قانونی یک، خب دعوت به محلگرایی، دعوتی عمومی از طرف گروه اشخاص با مصلحت پیشکی
دعوت عمومی برای بدبینی کشتن تخم بدبینی نسبت محل معین، دعوت کردن به جنگ. یعنی اینا میگن که ما پیاده لشکر کولابی ها، لشکرهای پیاده نظامی جناب ولی هستیم، یعنی کولابی هایی که خب غیر رسمی اومدن. ما دیدیم در وقت خب همان فیلم هایی که برای جانبداری از غروق کردن، ما دیدیم که سلاح غیر قانونی در دستی اونمون بود. سلاح داشتن شهروندان ملکی که باید سلاح نمی داشتن، سلاح در دست می گفتن که ما وارخ میریم. باز امین ها باز جمع شدن، باز گفتن ما پنجشیر میریم. حاضر امین ها باز جمع شدند و باز دعوت به جنگ دارند و جنگ شهروندیه که ما از آن خب همه چقدر خسارات دیدیم. یعنی جنگی که بین منطقه ها بود در سال 92، یا از یک طرف میدان فرض کردم پامیری ها و خرمی ها، از طرف دیگر کولابی ها و سغدی ها و حصار و دیگر، یعنی محل به محل تقسیم شدیم و باعث جنگ شهروندی شد و باعث تلفات کلان جانی و مالی شد. اینا میآیند و باز ما را به همان روزها اشنور میدهند که ما همان کولابی های هستیم که یک بار شما را زده کشتیم، باز میزنیم و میکشیم. البته که اینها ربط به کولاب و به مردمی کولاب ندارن. اینا یک طرح از خب مقامات امنیتی هستند و اینها طول قریب 3 ماه می شود که در تلویزیون بدخشان به همین مانند نوارها میکنند و مردم را تقسیم به اشکاشمی و ونجیب و دروازی و نمیدونم دیگر میکنن. مردم را تقسیم کرده میگن که ما از هیئت بدخشان میبراییم و ما از هیئت ما این خیل میکنیم و او خیل میکنیم. اینها همین نزاع را بین مردم انداختنی اند و گفتنی اند که خب ما شما رو پراکنده میکنیم و علایید شما رو خب چیز میکنیم، بی‌ضرر میگردانیم. و امروز خبرهای خیلی نگران کننده از بدخشان میآیند و یک خبر که پخش شد در پامیر دیلی که رحمانوف بعد سقوط به بدخشان آمده نیست، که این به حقیقت نزدیک نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اون که شاید این خبر را خودشون از همین دالان‌های حکومت برآورده باشند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که مردم بدخشان امید از آن بندد که خیر یگان عملیات شدنی نیست، چون اگر رحمانوف بیاید و البته که با یک خوب دست تاویزی برای این مردمی جبر دیده می اومده باشد و مردم کمی به امید شوند و غافلگیر کنند. مردم را غافلگیر کردنی. یعنی رحمانوف آمده نیست، این افسانه است. اینا از 15 تا 23 که گفتند که یک عملیات نظامی میگذرانه، البته این درست است، چون که اینا میخوان 23 پراد غالبان رو در خوروغ گذرانند. بله، رحمانوف می آید تا 23 همین عملیات رو میگذرانند، مردم رو قتل میکنند. کسی در کار از قتل، کسی یک قسمش رو به قتل میرسونند، یک قسمش رو خب زندانی میکنند و 23 یک پراد غالبان رو با سروری رحمانوف در خوروغ گذراندنی و همین جزو تام هایی که حدود 3-4 هزار در بدخشان امروز جمع شده است، اینا میخواهند که در بدخشان 23 فوریه یک پراد خب پراد پابدیتلی میگن، پراد غالبان را گذرانند و مردم را
خب همین خیلی مردم رو بازم رو افتاده تر کنن مردم بدخشان رو و نیتشون چنین است و ببینید در مردم تاجیک مردم چی بدخشان و چی دیگر منطقه های تاجیکستان که امروز از وضعیت در بدخشان نگرانند خیلی سودا خیلی خوشباورند میخونی مراجعت ها را میخونی دیگر مواد را میخونی که گویا یک گروه یک حزبی میگن که حزب جنگ پارتی وینی در داخل حکومت است با سروری یتیموف باشد رمضان رحیمزاده گویا اینها با رحمانوف دشمنی دارند و همین کار را بر ضد رحمانوف کرده ایستادند گویا رحمانوف اینجا اصلا گناهی ندارد و رحمانوف اصلا یک مردک خوب است و نسبت بدخشان و نسبت مردم دیگر تاجیک و خوب یک نیت نیک دارد ولی این همین نظامی ها و همین امنیتی ها هستند که دشمنی دارن با مردم البته که این خیلی خوشباوری و خیلی سادگی مردم تاجیک است این کار محض رحمانوف است و رحمانوف همین سپارش را داده است با یتیموف و با رمضان رحیمزاده و با دیگرها که با موضوع خاروق رو شما باید محکم کنید تا انتقال قدرت به پسرم همین پرابلم اصلا نباشد و در آنجا بیزنس اویلا باید با شرکت های خب اسپه که میگن совместный предприятие شرکت های مشترکی تاجیکستانی و چینی در بدخشان برای انداختنیان و در این بیزنس ها باید همین خب بچه ها همین روحیه اعتراضی در خاروق باید اصلا نباشد یک حاضر باید عملیات نظامی گذارانیم کسی در کار است به ضرر گردانیم کسی را توانستیم اسیر میگیریم زندانی نه این اسیر میگیریم و خب دیگر اونهایی که کمی غیرت دارند و کمی ناموس دارند اونهایی که بازداشت نشدند و کشته نشدند و غیرت دارند و ناموس دارند و دیگر برداشت چنین رویداد رو ندارن اونها از ترک تاجیکستان میکنن میرن روسیه اونهایی که هنوز نرفتن میرن روسیه و در بدخشان میمونند همون بیچاره مادرها و پدرها و همون کلانسالان و کودکا میمونند و اینا راحت هر نقشه‌ای که دارن در اونجا پیاده میکنن مقصدشون همین است و متاسفانه مردم تاجیکستان خیلی شکسته شده است و مردم تاجیکستان صدایش بلد نمی شود و اینها می توانند به یک عمل خیلی ناجوانمردانه دست زنند چون که مردم تاجیک صدا بلند تقریبا که نمی کنند اون چند نفری که بیرون از تاجیکستان قرار دارند و صدا بلند می کنند این دیگر در تاجیکستان همه تقریبا زیر فشار و تعقیب و هراس این ساختارها قرار دارند و ما دیده ایستادیم که هر روز حاضر سفربر کردن به روسیه شما شاهد اون بودید که یک لیدر جوانان بدخشان که امردین بود بازداشت شد و یک لیدر دیگر یک مراجعت ویدیویی کرد همتون شاهد هستید آرز وزیربیکوف هم مراجعت ویدیویی کرد که خب مقامات تاجیک میخوان مرا از
روسیه استرداد کنند و اگر موفق به استرداد نشدند مرا بی‌ضرر میگردانند و خب اگر باشد میمون در اینجا قبول کنیم، اگر نباشد ادامه میتیم برنامه را. خب محمد سعید رضایی، محمد سعید رضایی، سلام علیکم برادر. الو، چیز نشد، البته پیوست نشد. محمد سعید رضایی پیوست نشد. در یک نشست دیگر خبریه که سردار مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده شرکت کرد. در اونجا روزنامه‌نگاران از همان چیز سوال دادن، یعنی تقسیمات معموری اون وکیلان. سلام علیکم. سلام علیک. سلام علیک محمد سعید رضایی. صدای من نمی آید؟ بله بله هست، صدایتان هست، فقط چهرهتان. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا هست. خب دیگر همان گونه که قبلا هم گفته بودم، حالا من در سری کار هستم. انشالله که توسط اودیویی صدای خود را، سهم خود را در این برنامه شما میرسونم. خب اول از همه تشکر میکنم از همه برادرها که امروزها در پهلوی خب برادر خود هستند. بدخشان که واقعا هم یک معرکه یا اینکه یک صحنه ناموس و خب وطن دوستی هست. من میخواستم در رابطه با دو موضوع صحبت کنم، اگر برای من اجازت بدهید. مرحمت با حضور صحبت کنم. موضوع اول، حالا در رابطه با خود بدخشان که شما موضوع را، صلاحه موضوع را عنوانش همین گذاشتید، حمایت از بدخشان. البته من هیچگاه با حکومتدارها و یک شخص مراجعت نمی کنم. بارها گفتم و باز میگویم که به هموطنان خودمون، به ملت، به جوانان غیور و با ناموس کشور مراجعت میکنم. میگویم که برادران عزیز، مسئله بدخشان، مسئله که در شخصیت محمد باقر و امرالدین و دیگر برادرها که به گروگان گرفته شده‌اند قرار دارد. این رو باید بدونید که این مسئله بدخشان نیست. مسئله خب فشار آوردن یا این گلوگیر کردن خب نفس‌دهی انگیزه آزادی، استقلالیت و یک پارچگی تاجیکستان است. اگر حکومت که من حالا در قسمت دومی موضوع صحبت میکنم و این پیروز بند، خب انگیزه آزادی را، انگیزه عدالت محوری را، انگیزه ولایت قانون را با این کاری که در بدخشان دست گرفته‌اند میخواهند بوغی بکنند، میخواهند از بین ببرند. بنابراین هموطنان ما، جوانان، خواهران، برادران با عار و ناموس ما این را خوب بدانند و بر اساس این موقع گیری کنند که با بدخشان، یعنی با انگیزه آزادی، با انگیزه ولایت قانون، با انگیزه عدالت محوری می ایستند یا اینکه اون را بوغی میکنند و از بین میبرند. باید همین را دقیقاً بدانیم که کار سریع همین چیز است در بدخشان. و حالا ما میبینیم که حکومت، مقامات تاجیکستان، در رأس اونها نفری کلیدی رئیس جمهور که هست، حالا
خب در طول 30 سال خدمات لازمه را، خدمت را به ملت و به کشور و به وطن آنطوری که باید و وحدت و یک پارچگی را به وجود بیارد انجام نداده است. بنابر همین میبینیم که حتی من در سخنهای قبلیم هم گفته بودم که یعنی نظارت و کنترل را بالای اجراییه، حالا خود چی امنیت است، کمیته امنیت است یا اینکه حفظ حقوق است، پلیس است، از دست داده است. که حالا در سخن این برادرهایی که خود را از کولاب گرفتن و ادعا کردند که خب کسانی که مخالف قانون هستند، قانون را زیر میکنند، باید اونها بجنبش شوند. من با فکرم در این همچنانه که قبلا هم نماینده معارف خب در اتهامی که به برادر محمد باقر کرده بود، خب که اون کس همراه سلاح داشت و در حالت طبیعی نبود و اون کس به یک زیایی، به یک نماینده خب دولت، یعنی کارگری رسمی دولت، تحقیر، ضرب و فشار آورد و باید که اون جزا بود. من هم طرفدار این فکر شدم. یعنی ما سود داریم، ما مثلا که در منطقه، در ولایت بدخشان و در هم تمام تاجیکستان این ارگانی قدرتی کشوری ما که ناظر یا که نظارت امنیت و آرامی و آسودگی مردم را میکند، این فعالیت دارد، باید که اون کار را پیش ببرد. قانون موجوده برای یک دعوت شود و از او پرسیده شود و او خب اگر جنایتکار است به سزای اعمالش برسد. اما امروز کشور نظارت را از بالای اجرایی، کمیته های اجرایی خودش، چی وزارت داخله، امنیت یا دیگر از دست داده است. برای ناعهده برای خودش بهانه جسته ایستاده است. مخالفین، نمیدونم که یک کسانی که اونها نمیخواهند که قانون تطبیق بشود و قوه نظامی به اونجا اعزام کرده است. نه اینکه از بر معیار قانونهای موجوده درباره جزا مجازات جنایتکارها کار بگیرد، اما بازور قدرت میخواهد که این را پخش بکند و این را هم برای مردم نشون بدهد که این کار من است، این فعالیت من است، که این یک خیانت است، این یک ناعهده برایی در طول 30 سال است. و آنچه را که دعوا کردن این برادرهایی که خود را از کولاب گرفتن، در سر تاقی و سرپوش بدخشانی گذاشتن، یا اینکه نماینده خب معارف که قبلا هم گفت، در گفته های اینها خاراکتری تفریق اندازی و محلگرایی وجود دارد. یعنی جدایی یک قسمتی از هموطنان ما یا یک منطقه از قسمتی دیگرش و دعوت به یک جنگ، به یک نزاع، به یک محلگرایی. و البته همان گونه که شما هم اشاره کرده که این منظم ترتیب داده شده، از پیش برنامه گرفته شده، با کمک همون مقامات ناعهده‌برا، همون مقاماتی که تا امروز نتوانستن امنیت را در کشور بیارن و امروز میخواهند که با این راه انگیزه وطن دوستی، عدالت محوری، خب ولایت قانون را از بین ببرند. اینها خاراکتری محلگرایی، خاراکتری تفریقه دارند و این از دسیسه خود مقامات و شخصی رئیس جمهور است و اون کسانی که دنبال او یا اینکه در کمند او قرار گرفتن. این را باید هموطنان ما خوب بدانند. حتی همون نماینده معارف، حالا لطفالله نوروزوف بود، کدمی بود، یا این برادرهایی که امروز دارن صحبت میکنن، باید بدانند که این یگانه بازی مقامات است، این یگانه کار تفریق اندازی است
تاجیکستان با بدخشان است، بدخشان با تاجیکستان است، تاجیکستان با کولاب و سوغد است، با حصار است، با قراتگین و قرم و رشت و با ختلان است و همه به یک جایگی تاجیکستان هستند. این چی معنی دارد؟ با این تفریقه، با این برنامه های تفریقه اندازی کشور را می شود آباد کرد، رشد داد، کشور را در ساحه خواب بین المللی و معیشی مردم خودش اون را یک کشوری نمایان کرد. این گونه نمی شود برادرها. قبل از آن خود نماینده معارف هستی، خوبه که یک سربازی پیاده‌گرد هستی، بگذار تو سربازی پیاده‌گردی تاجیکستان باشی، ما از این فخر میکنیم که تو این گونه باشی، نه اینکه سربازی جناب عالی یا پگه جناب عالی میبرد سربازی کی میشه؟ بعد باز از یتیموف میشه، باز از دیگر کس. نه، سربازی پیاده‌گرد کشور شد. با چی؟ با بدخشان، با حصار، با ختلان، با رشت، با سوغد، با مسچاه و با دیگر، یعنی تمام قلمرو تاجیکستان. این گونه باید برادرهای ما بدونن. و حالا من میگذارم به قسمت دومی که شما هم به اون اشاره کردید. برادر علیم خیلی هم خوب گفته در رابطه با از بین بردن آثارهای تاریخی که در پایتخت کشوری ما است. کشوری ما جوان است، پایتخت کشوری ما هم جوان است، عمری بیش از 100 سال ندارد، کمتر است. خب این بگذار که 100 سال باشد، نه که با وجود این هم با زحمتی پیشینیان ما، اون کسانی که قبل از ما بودند، خیلی موضوع ها، خیلی بناهای تاریخی و آثارهای خوبی فرهنگی و تاریخی در اون دیده می شود. اما امروز دست زدن به از بین بردن بنای مرکزی، حالا مرکزی در اون وقت حزب کمونیست بود و اون را به دولت و ملت واگذاشته شد. در یکی از جلسه ها گفتن که این دیگر از دارایی های ملی و خب از کشور است، این دیگر منسوب به یگان حزب یا به یگان چیزی نیست. حالا از بین بردن او بعدی اون هم حالا من نمیدونم که با شورای عالی را این کار شروع می شود و قبل از این هم خانه شادروان خدا رحمتی صدرالدین عینی سردفتری ادبیات کلاسیکی تاجیک، یا اینکه خانه شادروان میرزا ترسونزاده و بسیاری از این چیزهایی هستند که اینها را از بین میبرن و در جای اونها یک بینای دیگر میکنن. آخه این غلط است. در اینجا منفعت ایستاده است. بینای مرکزی حزب کمونیست، یا که بینای مرکزی بینای رئیس جمهور کی بود، اون هم از لحاظ تکنیکی بگیم یا که هندسی بگیم، هم از لحاظ جایگیری در موقعی که هست، در این پایتخت خورده که هست، خیلی هم خوب و زیبنده بود. و حالا بینای شورای عالی و اون بیناهایی که به فرهنگی و به خانه‌های گذشتگان ما دارن، اینها برای رشدی که پایتخت و بیناهای دیگر در بری اونها قد علم کردن چی مانع علم میارن؟ هیچ چیزی نمیارن. درست است. حالا ببینیم کتابخانه‌ای که ساخته شد خیلی خوب است و چایخانه بود یا اینکه مهمانخانه‌ای که ساخته شد در ساحل اونجا در کامسامولسکی است یا که آذر کامسامولسکی است یا دیگر است، یا جایی که در الجزیره خب بینای دانشگاهی هست، اون که باید او را از همه طرف برای او مثلا یک دیگرگونی و یک ساختی نو برای به او علاوه کرده شود. اینها چیزایی هستند که باید به اینها اهمیت داده شود. اینها بعد نیستن، شدن. و از همه مهم چیزی که باید تغییرات در اونجا آورده شود، حتی در زمان خود شوروی هم میگفتند که میدان هوایی که در پایتخت قرار دارد، هم از لحاظ جایگیریش و هم از لحاظ در 10-20 سال آینده که هست، هم یعنی تضییق و تنگی را میارد به پایتخت، باید که از همین مرکز از پایتخت بیرون برده شود. حالا جرأت این را ندارن، قوت این را ندارن که مثل که در قزاقستان پایتخت و یک جای وسیع‌تر برده شد، حالا بگذار دنقره باشد، هر کجایی که باشد، پایتخت را به اونجا انتقال بدهند و با خب استانداردی نوی امروزه، پیشرفته امروزه یک پایتختی را تشکیل کنند. اما میشد که آن پروژه‌ای که درباره انتقال میدان هوایی به
اون قسمتی از زمین های رودکی بود یا اینکه ایثار بود به اونجا باید که برده میشد، این را دوباره به روسیه در سودا نمیگذاشتن و میدان هوایی به اونجا میرفت، یا که قرار بود با بعضی گفته ها که به فخرآباد برده شود. امروز دلیل دارن که این مسئله خب دیگر در اوجن دیگر این باد هوا هست و تومن و دیگر نه، اینها همش بودن و اینها امروز تکنیک امروزه جوابگوی او هست. باید که میدان هوایی به اونجا انتقال داده شود، اما این گذاشته شده است و در ویران کردن یا از بین بردن این مرکزها یا این آثارهای تاریخی که واقعا هم اونها زیبنده هستند، یک منفعت شخصی خصوصی در اونجا جای دارد که به این دست زدن و برای مردم ما و برای همشهری های ما نشان میدهند، اعلان میکنند که ما داریم کار میکنیم. این بار دیگر میگویم این یک ناعهده برایی، یک ویرانکاری، یک سیاست غلط و یک سیاست فاسد اداری در کشور ما هست. برای همین بار دیگر به هموطنانم، برای جوانان، خواهران، مادران غیور که در فکری آبادی کشور، استقلال واقعی کشور، خب ولایت قانون حالا که سخن میکنن، در عدالت محوری هستن، باید بدانند که مقامات امروزه دیگر جای بازگشت ندارن. اینها در فساد غوطه زدن، این غوطه اگر ما واقعا میتوانیم پیش راه اونها رو بگیریم، هایی که اونها این فکرن با جان خود، با وجود خود، با غیرت خود این انگیزه را زنده میدارن، باید که ما در کنار اونها باشیم و بتوانیم که برای کشورمو یک قانونی نو، یک حاکمی نو و یک خب سیاست درست بیاریم، میتوانیم که بیاریم. و الا اون انگیزه که خواه به خاطر برادرای خراسانی بود که خسته بودن، انگیزه که برادرای تاکسیچی ها و اون کسانی که در تاکسی کار میکنن که اونها یک بار قیام کردن، و کسانی که برای مهاجرین کاری که برای چیپته هاشون و برای بلیط هاشون خستن و یک گونه انگیزه از حق و حقوق خودشون دارن، یا برای بازارهای سوخته که اونها را میسوزونن، بعد از اون از این جای قدیمه اونها را انتقال میکنن به بازارهای خصوصی خودشون که اونها خستن. این با آن چیزی که بالای بدخشان می آید، تمام امین انگیزه ها را خاموش کردن، بوقی کردن همین است که انشاءالله اگر ما و شما یک جا باشیم و یعنی خب عمل کنیم، چی میگنش، یک دست کنیم در این کار و این مسئولیت را حس بکنیم، انشاءالله که ما میتونیم پیش این راه را بگیریم. و من باز برای برادرها هموطنانم میگم که این حرکت های عجولانه و این ظالمانه که به اون دست زده ایستادن و قفا نمیگردن، نشانه نهایت ختمی سیاستی غلطی اونها است و نهایت حکومت اونها است. همون گونه که میگوین همون مار هم وقتی مردنش قریب شود بسیارتر دم میزند و اینها هم وقتی آن که دیده ایستادن که دیگر مردم طاقتشون طاق شده، صبرشون دیگر لبریز شده، دیگر حقوق اونها پایمال شده ایستاده است، دیگر اونها بیشتر به این کارها دست میزنن تا یک روز یا یک سال یک وقتی دیگر عمر خود را دراز بکنن که این شیدنی نیست. باید آگاه باشیم، باید بدونیم اساسی کار همین است. این از طرف من برای همه قشر جامعه، چی از اون زیایی است که حالا دعوای از حقوق و از طرفداری میکنه، چی از سربازهای قطاری است، چی از ارتش است، چی از کارمندهای امنیت است، چی از علما و داملا و نماینده های دین و مساجد و اینها است. و همه اونها میگویم که این است واقعیت کار. سلامت باشید. سلامت باشید برادر محمد سعید رضایی. خب اینجا میمون باشد، مرحمت اگر نباشد من دوام میدیم. خب خیلی که من گفتم، مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیسش خیرالدین عثمانزاده نیز نشست مطبوعاتی دایر کرد و در آنجا روزنامه‌نگار تاجیک از او پرسان شد که
همین ادعای اون خب فیلمسازانی خب یتیم افت که مردم را از آن میترساندند که رنج و درواز را از بدخشان جدا میکنند و اشکوشم جدا میکنند و نمیدونم چی و چی، همونها را سوال کردند و این اولین منصبدار تاجیک بود که خیلی قانونی و طبق قانون و طبق اون یعنی رسالتی که دارد برآمد کرد و گفت که این یک چیز همین یعنی تغییر دادن حدودهای معموری به یگانگی و به وحدت ملت خلل وارد میکند. خیلی پاسخ چیز داد، پاسخ مسئولانه داد و خب چنین منصبداران هم در تاجیکستان هنوز بودن و حاضر باز خبر از بدخشان میرسد که همین 13 شب 13 مردم را گفتند که به بیرون نبرایید، یعنی فرزندای خود را گوید که به بیرون نبرایند، ولی خیلی که ما میدونیم وضعیتی فوق‌العاده در خاروق اعلان نشده است و هر شهروند هر ساعت خواهد در بیرون باشد در داخل باشد، این حق کانستیتوسیونی او است. و من اگر خب اینترنت می بود در بدخشان و مرا تماشا میکردن، من دعوت میکردم از مردم بدخشان که برعکس از مردم شهر خاروق برعکس همین که اعلام کردن، شما همین شب اعلام کنید سیر و گشت عمومی، بعد سیر و گشت کنید، از این کوچه به او کوچه روید، از او کوچه به این کوچه، یعنی شما حقی کانستیتوسیونی دارید که در کوچه های خود خواهید شب خواب کنید، نخواهید سیر و گشت کنید. این که دیگر وطن شما است و شما اصلا وظیفه دار نیست که کسی رو پرسید که من در این ساعت چیکار کنم، من در اون ساعت چیکار کنم، یعنی ساعت 8 شب چیکار کنم، اون ساعت 12 شب چیکار کنم. هیچ کس حق ندارد برای شما بگوید. از روی کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان البته اگر در منطقه در حدود وضعیت فوق‌العاده اعلان شده باشد، در آنجا همین بعضی حقوقا محدود کرده می شوند و در آنجا که وضعیت فوق‌العاده نیست شما آزادانه می توانید در بیرون باشید، در درون باشید، سیر و گشت کنید. این اختیار شما است. شما شهروند کامل حقوق تاجیکستان هستید. در اینجا یک میمان آمده است، ابو نامش، مرحمت گوش کنیم این برادر را چی گفتنی ها دارد. خدا کند که خب مؤدبانه صحبت میکنم. مرحمت ابو باشد، یک صدایتون دید، اگر نه ما دیگر صحبت ها را میکنیم. ابو سلام نمیتواند. این ابو خیلی که اونقدر خوب وارد نشده است، یعنی شاید این برادر شاید نداند که همون در خوب همون گوگل خروم باشد چیزی باشد، در اونجا یک بنده است که برای میکروفون و برای کامera اجازت باید کرد. این به فکرم اجازت نداده است، برای همین این ما رو میشنود ولی ما این رو نمیشنویم و نمیبینیم. از این خاطر ما خب ادامه برنامه من رو ادامه میدیم. و خب خیلی که قید کردم در همین نواری که نشان دادیم، نواری که گویا کولاب، مردم کولاب گویا خب تظاهرات کرده است و تظاهرات و یگان همون زیایان بدخشانی که به ما را جنایتکار اعلام میکردند و ما را خب به
قانون دعوت میکردن که قانون اجرا کنیم، تابع قانون بودن دعوت میکنند. کنی همونهایی که همین نفرانی که از در شبکه ها همین خیلی بدبینی منطقه، بدبینی محلی رو تلقین میکنن و مردم رو به آن میترسونن که ما در سال 92 شما رو کشتیم و شکستیم، باز اگر فورد باز همونه چی میکنیم. اگر همون زیایان بدخشانی که بر ضد مردم خود نوارها میکردند، خوب میبود اگر از همین قانون میوری خود در اینجا هم میگفتند. عبدالله این عبدالله هم نشد. خب یعنی از قانون میوری خود همین زادگان بدخشان، زیایان بدخشان، شاعران بدخشان، شاعر بدخشان که هر روز مقاله می نویسد و هر روز مردم را جنایتکار اعلام می کند و به قانون دعوت می کند، که یک جرأت کرده همین گروه را که نوار کردند و مردم را به منطقه و به محل ها تقسیم کردن دارند و به جنگ دعوت میکنند، به جنگ نوی شهروندی دعوت میکنند، که از اینها انتقاد کند، که از اینها بگوید که اینها چند بند قانون کودکسی جنایی رو ویران کردند و میشود بر اینها چیز کرد، میشود بر اینها چی کرد. خب پرونده طلب کرد، یعنی از حکومت باید طلب کنیم که همین آدم ها چخیل جمع شدند که اینها رو جمع کرده است. همون تشکیل کننده همین تظاهرات که است، او باید در نزد قانون جواب دهد و اونهایی که شرکت هم کردن باید در نزد قانون جواب دهند و اونی که برآمد کرد و اونی که اینا نشر کرد. امروز ما خبر یافته استادیم که اینها در بدخشان در جستجوی که کی اینترنت پیدا کرده است و همین نوارها رو به بیرون انتقال میدهد و یکی از جوانان را با همین اتهام علیه بازداشت کردند. همین روز یک نفر رو بازداشت کردند که خب گمانبر شدند که این نفر به بیرون نوارها رو انتقال میدهد. یعنی همین خودش همین نوار انتقال دادن به بیرون برای اینها جنایت است و اینها البته که بالای او پرونده جور میکنن که خب دعوت عمومی و دیگر، یعنی پهن کردن این خبرهایی که باعثی از گفت اینها اون چیزی که نسبت چهارشنبه کرده استادن، یعنی 307 قسم 2، اینا را هم 307 قسم 2 میبندن که همون نواری که از بدخشان فرض کردیم همون مراجعت نامه محمد باقر را اگر انتقال داده است به بیرون، او یک 307 قسم 2 اونا را میبندن که تو آمدی امینا در بیرون پهن کردی. لیکن اینایی که خودشان با دهان خودشان با زبان خودشان برآمد میکنن، خودشان اون را ثبت میکنن و خودشان اون را پهن میکنن، نسبت اینا چرا که دیلا چیز پرونده سازی نمی شود، ما حیرانیم. و خب باز کدام موضوع داشتیم؟ خب در خروخ امضا کنی از مردم امضا جمع میکنند. البته که این امضا یگان چیز فرض کردیم از اون امضا کردن. من فرض کردیم امضا کردم فرزندم برآمد و امضا نکردم فرزندم برآمد. در این دو حالت چی فرق میکند؟ اون امضایی که فرض کردیم از بعضی آدم‌ها گرفتند، همین پروکرور ولایت که اعلام کرد آگاهانیده شدند و امضا گرفت،
اگر امضا نمیکردن، اگر به امضا همون عمل رو انجام میدادم چی میشد؟ و اگر امضا کرده عمل انجام میدونن، یعنی من امضا کردم که مرا هشدار دادن که دیگر فرض کردیم به بیرون، به نوبتداری، به شهر، به کوچه خود نبرم. من امضا کردم و برآمدم و اینا مرا بازداشت کردن و اگر من امضا نکرده برآمدم. هر دو حالت یکی است. برای همین بسیار نگران نباشند وطنان ما که امضا کردند یا نکردند. موضوع دیگری که میخوام باز اینم با شما چی کنم، ما باید درباره این باید بگویم. باز به خاطر همگان میارم که اون خواهری که شاهد محمد جان و انا اینک امروز به فکرم 10 روز می شود که در بازداشت است و نسبت او پرونده ساخته جور کردن و ما باید از این خواهرم فراموش نکنیم و همیشه باید از حق او گفته باشیم. تیمور ورقی در اینجا خوب وارد شدن. سلام علیکم، سلام هموطنان عزیز، سلام مردم بدخشان، مردم تاجیکستان، در کجایی که باشه نباشه، در داخل وطن یا بیرون. ما این روزا خیلی عصبانی هستم، حتی فشارم بلند میشود، حتی سردرد میشم. اجازه بدید با زبان روسی صحبت کنم. برادر کولاب از شما خواهش میکنم که در خط باشید، چون که شما یک بار بودید بعد برآمدید حاضر برادر تیمور گپ زنن، بعد شما را نوبت میدیم. Пожалуйста, Тимур будет говорить на русском. Хорошо, спасибо. Я уже как бы я знаю одну истину, что капля камень точит. Это еще я с детства знаю, и моя матушка меня этому учила: никогда не теряй терпения и настойчивости, капля камень точит. Поэтому, хотя я уже 1000 раз обратился к так называемым властимущим, я хочу еще раз сказать несколько слов. Все знают, ни один из защитников этого режима, ни один из, так сказать, политологов и аналитиков, как их там еще называют, центр аналитики при президенте, или как их там, Алим, как их называют? Ты сказал, что Ятимов пригласил или побывал там и предложил им ответить на этот вопрос по поводу Бадахшана. Вот ни один из этих аналитиков, в том числе Сайфулло Сафаров, не осмелился со мной вступить в дискуссию, в дебаты по поводу законности самой этой власти. Я изначально в 92 году, в 93 году, когда я впервые надолго покинул родной Таджикистан, я в Москве сказал, что к власти пришла хунта, незаконная, красно-коричневая хунта, пришла к власти благодаря государственному перевороту, и она творит преступления против человечности, массовые казни, убийства по этническому, по религиозному признаку и так далее. Я тогда сказал, что, так сказать, там были журналисты, международные агентства, там было Радио Свобода, там были Associated Press и другие. И после этого Эмомали Рахмон объявил меня по телевидению в Душанбе врагом народа и сказал, что у нас руки длинные, пусть он не забудет, что он враг народа и так далее.
Значит, время показало, что я был прав. И вот этим всем аналитикам и защитникам этого режима я хочу сказать еще раз, что время показало, что первым врагом народа является руководитель этой хунты, которая 30 лет находится у власти, антизаконная, антинародная хунта во главе с главным изменником, государственным изменником Эмом Али Рахмоном, изменником Конституции, предателем Родины, который, вопреки Конституции, минуя положение Конституции о собрании автономной, горно-автономной Бадахшанской области по вопросам территорий, вопреки статьи Конституции о неделимости, единстве и неделимости территории Таджикистана, продал часть территории Таджикистана. Куда пошли эти деньги, никто не знает. Значит, есть, не знаю, домыслы, сообщения, информация о том, что Рахмон получил за это недвижимость в Китае и неплохие счета в офшоры. Значит, этот человек, который предатель, по сути, изначально, он предал свою коммунистическую партию, он закопал свой партбилет коммунистический, стал монархом, стал буржуа, он стал контрреволюционером. Я его называю просто контра. Вот когда некоторые говорят Рахмон, я говорю контра-хмон. Потому что этот человек не вызывает мне уважения. И если бы, допустим, я был бы коммунистом и сталинистом, я бы сказал, что этот контрреволюционер, контррахмон, заслуживает, так сказать, немедленного исполнения приговора. Как контрреволюционер, как контру его надо ставить к стенке. Но поскольку я не сталинист и придерживаюсь и выступаю против смертной казни, я надеюсь, что это контрреволюционер будет сидеть на скамье подсудимых как главный преступник, как государственный изменник, и дай бог ему здоровья, и также и долголетие. Дай бог, даже если кто-то из нас не доживет, я не там или кто-то, так сказать, какие-то другие люди, бывает так, что эти Кощеи бессмертные живут долго. Возможно, Господь Бог дает им подольше, так сказать, совершить преступлений и грехов для того, чтобы засунуть их в самый горячий котел ада, навеки вечные, и как пример будущим поколениям. И я хочу предупредить и господина Рахмона, и его окружение, его близких, что, господа, вам это так все это не пройдет. Это не 19 век, не 20, 21 век. Вы закрываете интернет, не закрывайте. Сегодня вы не закроете рты всем гражданам Таджикистана. Весь мир сегодня смотрит, следит за ситуацией в Бадахшане, в Таджикистане. Это ваши последние дни. Это ваше одно из самых мерзких последних преступлений, то, что вы хотите совершить в отношении Бадахшана. И господин Ятимов, и господин Рамазан Рахимзода, и, так сказать, другие. Тимур, у нас 15 минут, дадим слово Кулобу. Я закругляюсь. И я хочу сказать, что вы, помимо того, что вы совершаете антизаконные действия, вы еще развязываете гражданскую войну, вы предаете национальное согласие и саму стабильность, ту стабильность, ради которой вы якобы все это время угнетали, воровали и так далее. Вот вы сами
являетесь могильщиками этой стабильности, и вы являетесь могильщиками своего режима. И это вам в плюс не пойдет. Это вам зачтется со знаком минус также. И офицеры, которые еще не потеряли чувство национального достоинства и чувство, так сказать, гордости, да, чести, я вас призываю, не исполняйте преступных приказов. Так, خب спасибо. اینجا کولوب باید پیوست کنیم. پیش از کولوب من یک اعلان دارم در اینجا. خب طبق اطلاع به دست رسیده همین یتیموف در مرز مسئله مرزی که در قطعه توشیف واخورده بوده است در اونجا با گیریه از توشیف التماس کرده است که خب وضعیتم بسیار بد است التماس مرا نجات ده همین حاضر بسیار پافشاری در یگان چیز نکن که من وضعیتم بد است و من ودلگو نیستم یعنی من قرضت رو برمیگردانم همین خبر خواستم به شما رسانم مرحمت کولوب ما یک 10 دقیقه دیگر داریم کولوب مرحمت سلام علیکم اکا سلام علیکم صدای ما خوبه اکا بله 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 ما короче насчет тому адами ки дар ковертон мондага како главни дар клуб гап мезана фаҳмиден ака мақсад ма одама шурӯъ мешиносам ака номаш акаи алам дора вақтшида вакили ҳамун гузари завод буд ака заводи пахта тефу дар клуб ака вақтшида солои 2013-14 допустим ҳамин соло вакил буд ака онҷа номаш алам и коргари ҳамун чи ака аҳамият ай коргари аҳамият банк қати дастгириш мекунан акаҷон як каси дигара поставид мекунад худаш мевирояд хулосаи гап ки мақсад ки қадр дора ҳамун гузари завода ҳамин одам қадр надора ҳамаи одам мешиносандаш мисол ака як одами нақа обични короче ҳами бизи ҳами ментои ака خب سلامت باشی برادر کولوب خب اینجا برای چی همه چیز ما میگم چند روزه که مثلا چند کانال دارم میگم بگم همه چیزا میگم یک برادر ای کلوب همین نامش گفتگی بود نه که دربارش خیلی معلومات دادگی نیست مثلا یک مغازینچه داره در پیش خونش برای مسجد در خونش برای مسجد در خونش نه مسجد جمعه مسکل ساختگی همونجا مثلا خونش که یگان سوال دیگه نداره که آمد باشی خیلی خبر جالبه یعنی همین آدم شناسایی شد وکیل که وقتی در وکیل گذشته وکیل خیلی گپ میزنم ما این خیلی جنگ دخته همه خلق فامی را مثال همون را بفهمن مردم که مثال او پروست آدمی دولت ستانی کار کرده است و امنیتی حاضر است مرحمت سلامت باشی برادر کولاب نادر صدیقوف السلام علیکم و علیکم یک چیزی را پرسیدنی بودم از شما من شهروند جمهوری تاجیکستانم شما را میدونم پرسم شما شهروند حاضر جمهوری تاجیکستان هستید؟ بله شهروند تاجیکستانم یک چیز سوالی دارم شاید جوابش را از شما گیرم بعضی برادرها زنگ زدم چون خیلی پرسان شدم لیکن جواب داده نتونستم میتوانم پرسم که تمام تاجیکان دنیا را جمع کردن میشود یا نه در یک این با فکرم بسیار مشکل است تاجیکان دنیا حدود 90 میلیون هستند اینا را چطور جمع کنیم من حیرانم اینا پان و پریشانند ما که اکثر مردمی که امروز خانه و در تاجیکستان دارند و در تاجیکستان
زن و فرزنداشون هستند، اونها در غریبی در روسیه قرار دارند و در دیگر کشورها، همونها را در خانه هاشون جمع کرده نمیتونیم، همونها را در خب جنازه پدر و مادر اکثرشون رفتن نمیتونند، در دیگر معرکه های خانوادگی که در تاجیکستان می شود، متاسفانه زیاد از شهروندان ما که در مهاجرت مهنتی هستند نمیتوانند به خانه خود روند، چه رسد به اون که ما همه تاجیکای دنیا را در یگان جا جمع کنیم. پس چرا ما رو نسیت کرونا می نماند؟ خیلی چکار کنیم که ما حاضر یک نسیت کرونا داریم، او همه مردم کرده است از وطن به وطن، همون نسیت کرونا شش است در اونجا. فهمو، جوابم رو گرفتم. میندار از شما. سلامت باشه. سلامت باشه برادر عزیز. باشه. سلامت. خب سلامت باشه دوستان عزیز. امروز نوبت ما به فکرم حاضر به پایان رسیده ایستاده است و ما بعد چند لحظه سخن رو به فکرم به کی میتیم حاضر میگم، سخن رو حاضر میگم به کی میتیم. بعد چند دقیقه سخن به حاضر. این خواهر، این مادر زنگ زده ایستاده است. خی با این مادر جنبس میکنیم. از کارمندان تکنیکی میخواستم که حاضر یک زنگ پیدا شد کسی از آلمان مرحمت از این مادر عذر پرسیم. مرحمت از آلمان. سلام علیکم. صدای من رو میشنوین؟ بله بله داریم صدای شما را. برادر علی شیرزمان، ما برادر از آلمان هستم. یک ذره در تعلق هستم در برنامه شما، بار اول هستم در برنامه‌ای که آواز شما دارین از برای بدخشان صحبت میکنین. بدخشان قرار دارد یکی از منطقه‌های تاجیکستان، خیلی کشور خیلی ولایت خوب هستن. ما خیلی خورد بودم و جمع میرفتم. بسیار برادرها داریم، بسیار جوره ها دارم در مسکو و در تاجیکستان و در هر جا. بسیار مردم خوب هستن. بسیار خبرهای از بدخشان بد فهمیدگی هستم. میخواستم برادران بدخشان سهم و تعمیل برایشان ارزانده کنم. اگر یکم سوال داشته باشین جواب بدم. تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد از شرکتتون در برنامه. باز هرچی نباشد این که عذر یک دقیقه به فکرم دیگر فرصت خیلی امین برادر دیگر گوش کنیم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض ادب و احترام به تمام بینندگان و شنوندگان. من خواستم که درباره همون ویدیویی که از شهر کلاب همون گفتم که الان نیدمش الان است، همون درباره اینو گپ زنیم. من راستی از زمان روزی که همون ویدیو پیدا شد در شبکه‌های اجتماعی، من همون ویدیو را یعنی پیگیری کردم که ممکن مردم چی عکس العمل نشان میدهد. با فکرم که بغیر از همون خودشون هم گروهی که خودشون هستن دیگه یگون آدم از خود شهر کلاب باشه، منطقه کلاب باشه، یگون کس کار اونا را خوب نگفت و طرفداری هم نکرد. از این معلوم شد که مردم ما یعنی که عقلش در جاش هست، یعنی که دیگر به هر ویدیو و هر فتنه ها داده نمیشود. چون که من در چند کشور اروپایی مشاهده کردم
بعضا کشورها وقتی سیاست رو تغییر میکنه البته مردم تغییر میکنه. از این معلوم میشه که مردمشون اونقدر همون سطح فهمش سیاسیش بالا نیست. بعضا کشورها هستن که حکومت اما کوشش میکنه که یک مسئله را بالای مردم یعنی که جاری کنه، اما مردم پروا نداره، مردم کاری خودش میکنن. ولی مردم ما امروز با اون ویدیویی کرد، یعنی که طرفداری نکرد، جانبداری نکرد، حق نگفت، اما گفت که این خودش یک فتنه دوزی است، یک کار خوب نیست که شاید که بین منطقه و محل درایی و همون قانونایی که خود ذکر کردیم که همون قانون خودشو بنابر هستن. من همین خواستم که بگم اگر کدامی که از مثال طرف دیگه منطقه خودی از خودتان از بدخشان اگر رنجیدگی باشم باید که بفهمم. بعضا آدم پیدا میشه که برای چند پول دین شب میفروشه، حالا اون که دو سخن گفتن چی جایی چی داره. خب من خواستم این مسئله را بگم و برادر 3 دقیقه دیگر مونده است، بعد خیر خوش بود. بله من تمام کردم، اما گفتنی هستم که مردم باید ایستادگری کنن، اما من میخوام که در دیگه منطقه ها عکس العمل نشان داده شود، اما متاسفانه مردم ما بسیار بد خوب هستن دیگه دون قدر که ترس از گلول ماست دیگه به زندگی میام شکست است، اما دیگه هر کس برای خودش است. اما در دیگه منطقه ها میشه که یک کمی تظاهرات میشه، اما نیست دیگه ما نمیفهمیم که دیگه از کجا شروع کنیم که همین چیز پیدا شود. تمام دیگه سلامت باشی برادر. خب دوستان، من یک اعلان دیگر میکنم. بعد این برنامه بعد 1 ساعت بنده در صفحه فیسبوکی خودم و در کانال یوتیوبی پامیر پیام برنامه به زبان شغنانی دارم و شما را کسی که خب خواهشمند باشد با همون زبان شما را دعوت میکنم در صفحه فیسبوکی خودم و در کانال یوتیوبی پامیر پیام من با شما خواهم بود. حاضر برنامه خود را به اتمام میرسانیم. شما را به الله منام میسپاریم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید، هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این 1 دانه سرک موجگیری لازم داریم، 1 دانه دست قیچی و 1 دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است.
اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.